میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذارد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی. گفت بله من هم پیغمبری مردها هستم هم پیغمبری زنها هستم. گفت ای پیغمبری خدا امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با ستر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند گفتند آیا در بین زنها چنین سؤال کننده را میابید یا نه؟ این سؤالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتند نه پیغمبری خدا، اولین سؤالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتند ای اسماء؟ گفتند رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همان ثواب میگیرین در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ اونها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب میشوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید.